سوال دیگر شده است که آیا بریدن و قطع کردن انگشت زیادتی چه حکم دارد؟ بریدن انگشت زیادتی یعنی چلیک زیادتی، بعضی ها هستن 6 چلیک دارن، با شرطی که اگر در بریدن اون به دیگر عضوها ضرر نرسد جایز هست. در فتاوای عالمگیری جلد 4 صفحه 114 آمده است که و اذا اراد الرجل ان يقطع اصبعا او شيئا آخر، اگر شخص بخواهد که انگشت را یا چیز دیگری را قطع کند، ان کان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فانه لا يفعل، اگر گمان غالب در همین باشد که به سبب بریدن امین هلاک می شود، این کارا نکند. و ان کان الغالب هو النجات فهو في سعه من ذلك، اگر گمان غالب همین است که زنده میماند، یگان ضررش نمیرسد، در این صورت گنجایش هست، میتواند که اون انگشت اضافگی را ببرد. او را بریده یگان جا تای خاک میکند، شر نیست که او را در قبرستان برده با یک قبر نو بکنن. یا عضو آدمی مثل یک ناخون تای خاک میکنن، اما را هم یگان جا تای خاکش کنن بروه. بعضی ها او را بجا میکرده بدستن که کی مردیم در کفن مو یجاش کنی، ایش هم اساس نداره.